خوش اومدید اکای اونال. همش مو رو انتظارن. قهرمانی من خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان در دنیا مانند یزنه من یزنه قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کردی اونال. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جانی من بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصک میزنه. یزنا جان بیا بیا. زود رو. داماد جون، داماد شیرین نری من. شیرین جناب در اصل برای حل یک هدیه. وای نه تنها برای حلی، برای هممان این هدیه است. بسیار هدیه قیمت است. حالا گوی این رسم را چه یافتی؟ تا حال در هیجانم. چخیلی که میگویند ساعت ویران هم در یک روز 2 بار وقت را درست نشان میدهد. بابا جانم بیا اصلا اهمیت ندی. بابا جان حله در اصل من خبونال هیچ چیز نگوی. هر قدری که تشکر گویم کم است. برای ما بهترین هدیه رو در دنیا کردی. بله یزنا جان اگر این رسم رو پیدا نمی کردید روح مادرم راحت نمی بود. رسم عشقم تو قهرمان اویلمون شدی. جانم ببین من در جانی اصل من تو برای یافتن این رسم چقدر جان فدایی کرده ای، چی زحمت ها کشیده ای کی میدوند. بله من برای یافتن رسم زحمت کشیدم اما حله اونال جان به خدا که این دفعه مرا قایل کردی. میدانم که تو بسیار زحمت کشیده ای. حالی لبای بابا جان اکنون وقتی به خانه شوهرت برگشتنم رسید. بابا جان بله به شوخی میگویم این آدم رسم را یافت. برای بخشیدنش بسیار کاری مفید است. تشکر. بله یزنا جان دلی همه ما رو یافته توانستید. به این هم همه ما دوست می داشتیم اما شما قهرمان یزنا جانم. آفرین اونال، آفرین اونال. به خدا من امیدم را از پیدا کردن آن راز کنده بودم. خیلی زیاد تعریف کردید ده. یعنی ما باید رسم رو پیدا میکردیم. آخر پلیس است، این وظیفه‌اش. لیکن این رسم را که دزدیده بود؟
که رسم را به اینجا آوردن هیچ کس خبر نداشت؟ این رسم را کی دزدیده بود؟ وای کس دیده است وای یک شخصی با سند سر و کار داشته یعنی این خیل رسم را دوست می داشته است یعنی یک دزدی سندکاری مشهور بله برای چی دزدیده است؟ بیاناتش را گرفتی؟ البته نه خود نگیرم البته گرفتم برای قیمت بها بودنش دزدیده است معلوم که قیمت بودن این رسم به گوش همه مردم رسیده بوده است. بله بابا جون رسم کشیده مادر رحمتی هم رو پیدا کرده توانستیم دیگرش مهم نیست شوهری قهرمانی من فکر میکنم این رسم رو در یک جای بهتر باید گذاشت چرا؟ یعنی دزد را شما دستگیر کردید کو؟ یا که از دستتان رها یافته گریخته رفت؟ حالا ایست جواب دهد آنگاه به خانه‌اش میروید. بله گوش دارم. نه جانم این خیلی نیست گریختن آسان است یعنی من میخواستم بگویم که در اینجا یک دوست نیست که شاید دیگران باشن دوست ها بسیارن یکش رو که دستگیر کردیم دیگرش چی برای بخطری میگویم برای بی خطریش گوی؟ با تشبوسی تو نال جان جانم برادر به سرم یک فکر زور اومد. در فکرهای سرت من استغفرالله برادر به فکرت این نقشه خوب بود؟ تو این نقشه فکر نکن برادر این رو نقشه کلتا کلس میگویم نقشه های من گوش خر را میجنبونم همین کمیسر رونال کمتر آدمی ترسونشک است با درون نگوید که من این رسم را نآوردم بعد کارهایمون برباد رود. نه شوکت برادر براحت باش کمی پس با همسرش آغوش کرده میبراید. آغوش کرده؟ البته. استغفرالله. کی جرأت کرده؟ ها؟ کی جسارت کرد که آمده از پیش بینی کنعان رسم رو دزدیده برد؟ ها؟ جواب ده با آن آدم چیکار کنم؟ ها؟ چیکار کنم؟ چرا شما خاموش شد؟ اکا آرام شوید خودتان رو به دست گیرید. اکا خوب هستید؟ ای چنگیز تو چه خیل رسم را پیدا میکنی؟ ها؟ چه خیل پیدا میکنی؟ گپ زن! نمیدانم. ات چی را میدانی ادار؟ کی میدانستی که آن پایتک را پیدا کرده بیارید؟ باید پرس و پرس کنم. روید. اطاعت سردارم. شما چی ایستاده اید؟ طرف شوید. پدر جان دستتان رو ببوسم. انشالله از امروز اعتبارا داماد راست قول راستکارم. حالی را دیگر نمیرنجاند. آقای اکرم من حالی را هیچگاه نرنجاندم. گویا نمیدانم. اگر کلتکی لس نمیمورد از دنبال او نمیدویدی. میدویدی ها؟ این با وی چی علاقه دارد؟ ای تمام کلتکلس مرده رفت بس است آخر. خوب شد که مرد. ببینید من اونال خاموش شو. من هیچگاه حالی را نمیرنجانم جناب. عالی. از این به بعد او را فقط بالای سر برداشته کرد. کار دیگر ندارم. با اجازت شما ما میرویم بابا جان. خیر جانم. آپا جون مالش که فرو خیلی روی آپا سفید باشید. جون تا بازدید اونم تو بستی حاله جون. زنک جانم انا ببین دیدم من نگفته بودم ببین چه خیلی یک دیگر رو آغوش گرفته برامده ایستادن. باجه هم شیری نرست. باجه شیری نره قیس انگلیس شیری ماده زیبیدن نکی. برادر ثواب باجه رو گرفتی او رو از کاسه شویی و از کار خانه نجات دادی.
برادر رو پیش بوجه تو گو که اگر بخشش باشد کام بودی. خب کن این گپا رو تو از کجا میاری؟ شوکت بسیار کار خوب رو انجام دادیم. هم به زهرا رسم رو برگرداندیم، هم خانم حله رو به شوهرش با یک تیر دو نشان زدیم برادر. اکنون چی کار میکنیم کیلاس؟ چی کار میکنیم؟ خانم حله وقتی به خانهش رود دیگر ما با کمیسر اونال اینقدر زود و نمیخوریم، از وی خلاص شدیم. خدا و شکر یگان چاره این پرابلم رو پیدا کردن در کار. کو بگو چی کار کنیم؟ حالا میبینیم، سراسیمه نشه، راهش رو میابیم. شکری خدا که از یک سرخور خلاص شدیم. چی کار کنیم؟ تقدیر همین. بیا بریم که اشکام درد که خودت رو به دستگیر شوکت. اپا جون بیا اپا جون جونی اپا. یک چیز گفتن میخواهم. ینگه جانم میوید. چه خیلی ینگه جان دمت رو گیر. به خدا ده حقش مردگی و چو میکنی؟ دمت رو گیر. دملای عاشق. دم پدرت رو گیر. تمام خب کردم. اپا جون از آشتی شدنتون بسیار خرسند شدم، اما برای رفتنتون بسیار غمگینم. با شما بسیار عادت کردم. خواهری اپاش، من زود با اینجا آمده شمایان رو خبر میگیرم. غمگین نشو. تا توی تو من همراه تو میشوم، اما زودتر روزی توی رو معین کنید تا توی خوریم. اپا جون تمام گپ رو دراز نکنید. جون رسم رو که یافته از نام من روان کرده باشد این چه خیل کار است؟ باجه هم دیوانه شده است. دیوانه شود به قبر پدرش. مرا فراموش نکن. هرگز فراموشت نمیکنم عزیزم. مایرش خیر. رب بخونم تو بزدید. قریب آمد شوکت، قریب. چه کار میکنی؟ دمت را گیر. تمام. ای شوکت نمیری که بینیت رو تازه کنی؟ سلامت باشی برادر. پیر شوی. از این هم پیرتر برادر؟ میروی؟ تصمت رو محکم کن. میایم پنهان شو. خیر تا بازدید و میخوریم انشالله. تا بازدیدی چی؟ خدا اول بکنه بمرن دیگه نبیایم. تقدیر همین است پسرم. بیا من سر باید مکه. خانم سله تو باز من رو ترخیم میکنی ها؟ نه من معاشم رو گرفتن میخواستم. حاضر من یک آدم شبهدار رو دیدم. با شما وقتی گپ زدن ندارم، ببخشید. ای خدا چونون نابودت سازد که دیگر نبینم. ببخشید. شاید نجو مقابل از میشون چناده بسیستم. ای برادر چی کار میکنی تو؟ در جایت نیست، با خوبی تسلیم شم. سرده او میرود. تا ادوکت آمده تو در زیر نظارت. ای برادر تو چی کار میکنی؟ وای میکنی؟ اگر شما ادوکت نداشته باشید سود برایتان ادوکت پیدا میکنند. بیشترم چوبا. ای برادر من پلیسم نمیفهمی تو. سرده ها تو رفته زنهای بیچاره رو غارت کنی ها؟ علت نمیگذارم.
ابله نام من لویت است. مرا در اینجا لویتی دیوانه میگویند. بد اخلاق. ابله یک به یک فهمون کو. برادر چی رو فهمونم؟ گپ زن چی رو فهمونم؟ احمق، این افسانه را نویسنده اش منم. با چشمانم نگاه کن. مرا کودک خیال میکنی ها؟ تو با کی کار میکنی؟ شما مافیا هستی. بیا سر ویرو نکن. تمام. من خب کردم، تو سر کن. چی رو سر کنم؟ تو سردارت نوید چیزی نمیگویم. دیوونا. گپ نداری ها؟ پسرم، نام من لوینت. بد اخلاق. مرا پلیسی خوب دیده با من شوخی و بازی نکن حیوان. ولی در دست یک کلاس نقلده برادر. کمزور اینجا چی گپ هست؟ رفیق سردارم، یک دزد عاقب پدر رو کمتر پیش دستگیر کردم. نرس احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کردی احمق؟ سردارم او چی خیلی آدم است. از سحر او رو میفهمونم اما دیوانا نمیفهمم. تو داری به خدا این را کجای چکش کنم؟ زورا شما دروغ رو سر میکنن. گویا آنها یک سو شد که از پشت عملیات کار کرده ایستادن. در کدام شعبه پلیس بوده است و من به عملیاتشون خلل رسوندم. بگوید که صغیره نمیکنه، عقلم نمیگیره. من تو رو به این کار کرده در دیوانه ابله. بچه تو ساده ای یا که عقلت را خورده ای؟ احمد ببخش ما را برادر، یعنی او دیوانه است، از پراشوت غلطیده است. میبخشی پراشوت اوچت غلطیده؟ دمت را گیر. سردارم من روم که من رو انتظار. تمام احمد برو. یک دقیقه با خدا همین پلیسه؟ پلیس از شعبه امنیت است. چرا تو از اول نگفتی ها؟ من همین خیلی فکر کردم. عجبا هر دیما پلیس بودیم همین خیلی نیست. من یاردمچی کمیسر لوینتی روزی بیک. بچه دست دبتی؟ با خدا سردار شما با اوچ خیلی توقت میکنید. آفرین شما. خیر من میروم. آمین. پس من این برادر عالی قدر رو گسیل کنم؟ از پسی من نیو. اینجا بیا. تو دیوانه هستی ها؟ دیوانه ای؟ به عقل چهار چشمه. کمیسر خبر رسید. نتیجهش معلوم نشد کمیسر. استا نگوی، این به شرف نشنود. از اینجا برو میگویم. برو. گبزن بردنی رسم را کسی ندیده است. رسم را با اون سراغه برده گریخته است. پیش کانون دیوانه رفتیم کمیسر. چه خیلی که گفته بودید او رسم را میجوید. برای دوز را یافتن آدمانش را فرستاده است. رفیق سردارم، وقتی که شما گفتید که رسم را کنعان دزدیده است من باور نکردم. انا نه باور کردم. تو کب گوش میکردی ها؟ آدمان کنون را تعقیب کنید. شاید ما را به دود رسانند. اسپیس سردارم، برای چی آدمان کنعان را ما تعقیب میکنید؟ حیوان گپ رو نفهمیدی ده. این خانه زیبا را ببین. هر کسی این خانه را ببیند آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب رود. کیلاس جان وقتی که تورد میکنی همون محسیات را کشیده پایهایت را بشو، خانه کمتر بوی کدیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها را دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت رو بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار. جماعت تشنه امری معروفی منم. مفصل آخی خب کرده میتوانی؟ ماما میقد یک بار دیگه گازنم او پدر. بله انا گپی خوب. کیلاس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها را دیدم که در تن لباس ندارم و بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ایچ خی سخن بود؟ بچه‌ت هفت شب سخنگوی. این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور با همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ ای بخدا نشناختمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در رو بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن.
خیلی ما را میفهمیدیم این مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامدان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث دان؟ حدیثش چی است؟ ای شوکت تو از هجری هم گذراندی. یک سوال دو سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمون که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو ششته به مسجد جامعه را، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای ما برای امر معروف های تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کن. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان را از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخوان وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم، یک بنری کلان میکنم مینویسم کلسی مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خم کن سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست آنجا؟ من زهرا. زهرا بوده است. رو کلاسی عاشق. مرحمت خانم زهرا. سلام دامولا، ناراحت کردم شما رو؟ نه استغفرالله. دامولا باز من نماز شما رو نبریده باشم؟ نه خانم زهرا، من نماز رو همیشه همراه جماعت محله در مسجد میخوانم. ببخشید فکر نکردم. استغفرالله. این طور باشد دعا میکردید که من آمدم. خانم زهرا حتی دعا هم نخواندم. قرآن قرائت داشتید همین طور؟ دامولا یک چیز پرسم ممکن؟ اگر به قرآن قرائت کردن کسی خلال رسانی گناه عظیم است؟ یعنی اگر ندونسته خلال رسانی یگان جای گناهش نیست. ندونسته خلال رساندم. من قرآن قرائت نمیکردم. چی کار میکردید؟ خانم برای امر معروف روز جمعه تیاری دیده ایستاده بودم. جماعت امر معروف هایم رو دوست میدارم. دامولو این طور نگویده؟ چی شد؟ اگر در بین امر معروف کسی دخالت کنه گناه میگیرد مگر؟ ببینید خانم زهرا، گناه نیست. خودتون را اونقدر عذاب ندید. حاضر شما گناه نکرده، یعنی من هم امر معروف نداشتم و شما امر معروف رو نبریدید. اوه شکر زیاد. شما برای چی آمده بودید؟ مرحمت گوش میکنم. دامولو رسمی مادرم پیدا شد. بسیار خرسند شدم. این را خواستم به شما برسانم. به خدا بسیار خرسند شدم. یزدم دوز رو قپیده است، رسم رو گرفته است، او رو به خانه آورد. چقدر خوشبخت شدم. معلوم است خانم زهرا، از چشمانتان نور میبارد. میدونید آن رسم برایم بسیار ارزش دارد. روحی مادرم رو به یادم می آورد. هر وقتی به رسم نظر کنم گویا که مادرم در برم نشسته است. بله. دامولوزی یک چیز رو از شما پرسم. مرحمت. روحی گذشتگانی ما بعضن به نزد ما می آمده باشند، یعنی از آن دنیا به این دنیا یگان راه است؟ کاش که باشد خانم زهرا، اما این ناممکن است. از آن دنیا بازگشت نیست، معلوم است. اما امروز یا که پگاه ما هم می رویم، همین خیل نه؟ به کجا می رویم؟ به نزد مادرانمون. چه خیلی گفتند همه جاندار مزه مرد رو می چشد. بله. ما هم وقت شاید می میریم. بیاین مسئله امان رو باشیم. مهم که رسم رو یافتید و خرسند و خوشبخت شدید. مادرم زنده شده نمیتواند، به نزدم اومده نمیتواند، ولی هر وقتی که آن رسم رو میبینم او رو پیش نظرم میآورم، خوشبخت میشوم. باز یک چیز دیگر هست خانم زهرا.
شما خوشبختید که مادرتان پیش از مرگ برای شما از خودشان آن رسم را همچون خاطره مانده است. از تو بی صاحبتر هم هست. تشکر زیاد. شوکت گپ گوش میکردی؟ برادر اگر تو به زهرا گویی که آن رسم را تو یافته آوردی به تو عاشق نشود من نامرد. کارت را کن شوکت، عاشق میشده است، این چی دخل دارد؟ حاضر میرم به زهرا میگویم که رسم را تو پیدا کردی. به تو اگر عاشق نشود من نامم را میگردانم. خدا نکند شوکت، اگر این کار را کنی همه را شرمنده میکنی. در جایت چین؟ من کارم بسیار، به من خلال نرسون. ما میگیم این مرده که یاردم کنیم این باشه اجیناش بیدار میشه. گوش کن دادرکم، با هم یک کار کردیم. من یک قانون دارم، آدمانی را که دوست میدارم عذاب کشیدنشان را نمیخواهم. رحمت که کنون که از من نرنجیدید ممنون. حاضر تو یک تا به یک تا درباره دزدیدنی رسم نقل کرده میدی، طوری فهمم که جانت عذاب نکشد. غمی خودم را نخورده ایستادم، غمی تو را. به خدا گوشم از شبی که درد دارد. حاضر اکه کنون به خدا در کجا و چقدر بودن این رسم را نمیدانم. درد آدم بر این تو را پرسیدم جواب ندادی. در پیشانیت پرانم ابله ها. بسیار کله زیبا داشته ای. تشکر اکه کنون. گپ زن. جدی نمیدونم، یعنی جدی نمیدونم، نخود که من دونم و با شما نگویم. رسم را از من دزدیده به دیگر کس فروختی. تو مرا ابله خیال کرده ها؟ اکه کنون در حقیقت نمیدونم، قسم که من نمیدونم، به خدا که من نمیدونم، چند بار گویم که میدونم. اینی نمیدونم. بس کن پسرم، بس خاموش. بغیر از تو یگان کس نمیدانست که رسم در دست من است. بگو رسم را کجا کردی؟ بگو زودتر. در اصل یک آدم میداند. تو چی ها میگویی؟ که میداند پسرم؟ شب از خونه میبر اومدم که دو کس باسیلو من رو داشتم و گفتن که اگر جواب ندیم من رو میکشم و من مجبور گفتم، بزوری پرسیدم. با کی گفتی که رسم در دست من است؟ حاضر زاغیسیو. زاغیسیو؟ ای مردم، از خدای بترسید که اگر سخنی بگویید میشنود و اگر پنهان دارید میداند و برای مرگ آماده باشید که اگر از آن بگریزید شما را مییابد و اگر فراموشش کنید شما را فراموش نمیکند. خداوند پیامبر اسلام درود خدا بر او و بر آلش را زمان فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار و رشته های دین پاره و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود. در اصول دین اختلاف داشتند و عمر مردم پراکنده بود. راه رهایی دشوار بود و پناهگاه وجود نداشت. چراغ هدایت به نور و کوردلی همه را فرا گرفته بود. خدای رحمان نافرمانی میشد و شیطان یاری میگردید. ایمان بیاور مانده و ستونهای آن ویران گردیده بود، نشانه‌های آن انکار شده بود. اما مردم حیران و سرگردان بیخبر و فریب خورده در کنار بهترین خانه کعبه و بدترین همسایگان یعنی بت پرستان زندگی میکردند. با دست مردم جاهلیت نشانه های شیطان آشکار و پرچمش برافراشته شد. و گواهی میدیم که غیر از خدای یکتای بی شریک معبود نیست، چون شهادت به یگانگی خدا نشانه استواری ایمان و گشاینده درهای احسان و سبب خوشنودی خدای رحمان و دور کردن شیطان است. خداوند پیامبرمان را با دین آشکار و نشانه پایدار و قرآن نوشته شده و استوار و نور درخشان و چراغ تابان و فرمان آشکار کننده فرستاد.
تشک‌ها را نابود کند و با دلیل‌های روشن استدلال کند و با آیت الهی مردم را بپرهیزاند و از کیفرهای الهی بترساند. محترم جماعت، خدا از شما راضی باشد. تا باز. خدا از شما راضی باشد. از شما راضی باشد. خدا از شما راضی باشد. تو چی خیلی ترسیدی؟ ака охир ту он одамро надидае мисли дев буд ранги ҳайвон буд яъне бисёр қади дароз дошт сараш ба осмон мерасид бароям омад маро ҳамин хел қабид ҳамин хел қабиду миён ҳамин хел сахт ҷиқиду бардошт дар ҷоя чӣ маро бардошт бахшиш фикр кун маро бардошт тобам ин хел гирифта баам боло бардошт ту маро ба шашми кам набинака ман маш кардагиам беқувват нестам яъне чӣ нӯшиданамро намедонам лекин ба фикрам камтарак шароб нӯшида будам барои ҳаминам камтарак қоилам шудаму ба худо агар шароб наменӯшидам ҳаргиз ба онҳо қоил намешудам мардакам ман охир дар рӯяш ниқоби сиёҳ дошт мисли человек паук буд қаҳрамон ҳамин медиди аз қафо ҳамин хел зебо метофт бардам қадбаланд ба худои зоғи сиёҳ қари миёнама мешикаст ман зоғи сиёҳ ҳамин чашмонамро пӯшидам кушодам ки ҳамин зоғи сиёҳ гум нест нобуд шуд او چه خیلی نابود شد چه خیلی نابود نشده است ها دیگر چیزی نگفت дигар чиз гуфт гуфт як чиз гуфт зуҳро гуфт чӣ хел зуҳроро задӣ ҳаминро пурсид чӣ хел зуҳроро задӣ гуфт зуҳро چه خیلی زهرا پیسرم چه خیلی زهرا تو مگر مرا مسخره میکنی زهرایش کیست зуҳро касест ки аз хонаашон ин расмро дуздида ба сараш якта задам он духтар зуҳро ном дошт ба фикрам зуҳрояш ҳамон духтар аст ҳамон پیسرم کی گیرو زده است با من چی من از تو میپرسم تو باشی زهرا گفته ایستاده ای زهرایش کیست аммо ҳамин хел гуфт зуҳроро ту задӣ гуфт ӯро задӣ гуфт پیسرم کی گفت гуфтам ку зоғи сиёҳ چنگیز لبایکا زاغی سیاه مرا دیوانه میکند کایوه از حیاتم گم شده باشد این دیگر زاغ سیاه است آن زاغ 15 روز پیش مرد او را فراموش کنید یخیلند آن زاغ سیاه را با من یافته بیارید اطاعت سردار رسم را هم چنگیز با چشم سردار چنگیز رسم در کجاست؟ ای بچه مردم ای نگاه کنی کمترش نمیگیری تو همه در اومده یکان چیز میفهمیدی بیتورت به مسجد چی خیل در اویم برادر به خدا شکر عجایب آدم بوده آقای ایرج لبای دوملو همدردی هم رو قبول کنید یزنهتون مرد زیر خاکش کرده؟ بله در محله بالا او رو جنازه کردیم خدا رحمت کنه استاد اگر اجازه دهید از شما یک سوال پرسم استاد بله اجری من تو رو انتظار بودم استاد میگویند اگر پیشک سیاه رو ببینی 7 قدم به قفا بیرو آیا این گپ درست است و این کار جایز است عجب سوال هجری جواب رو با دقت گوش کن پیشک سیاه که از پیشت برآمد او را شطه زده گذر چرا چون که او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا میرفتیم و بعد به پیش او را زیر کرده گذر نویس خدا از شما راضی باشد استاد آمین رفتم روزتون بخیر استاد پیشک سیاه رو شطه زده گذار او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا رویم بسیار مسئله مهم را فهمیدیم رفتیم یگان پیشک سیاه رو یافته رو شطه زده گذاریم ба худо бисёр зебид бисёр духтари зебо ҳастӣ хушрӯ буданатро медонистам аммо дар ҳақиқату духтари зебо будаӣ ташаккури зиёда пайтули ба ман гӯш кун ин гарданбанд ба ту бисёр зебид гир инро ба ту ҳадя мекунам ба ман инро қабул карда наметавонам чаро қабул намекардаӣ ту бегона нестӣ ту ҳам аъзои оиламон ҳастӣ ба худо ман дар ҳайрат мондаам
در این لونچای سرخ زیبایش مرا کشده. اگر هدیه‌ام رو قبول نکنی بسیار میرنجم یاسمن جان. یعنی من هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. آخر من به مادرم چی میگویم؟ هیچ چیز گفتن در کار نیست. این بین من و تو پنهان خواهد ماند. عشقم جانم شیرینی با شیر آوردم در بالای شکلات ریختم چقدر که دوست میداری یاد کرده ای؟ با اشتها جان بسیار یاد کرده بودم. در نبودنت باره نخورده بودم، چون که همیشه تو رو یاد میکردم. دیگر مرا ترک نکن گلم، من به تو حال زور دارم. نمیروم، غم مخور شوهر قهرمانم، دیگر نمیروم. در حقیقت قهرمانم؟ بله قهرمانی. اونم از تو یک چیز پرسم. آن دوست کدام دوست؟ دوستی که رسم مادرم رو دزدیده بود جزای بسیار میگیره. حیاتم از همه جزای سخت رو خواهد دید، تو غم نخور. به فکرت این همه خیلی یگان دزدی عادی بود؟ یعنی چی خیلی دزدی عادی؟ یعنی رسم رو برای قیمت بودنش دزدیدن یا اینکه به فکرم برای چیزی دیگری او رو دزدیدن؟ جانم یعنی با گفته چی چیزی دیگری بودنش ممکن؟ نمیدونم، شاید برای پول باشه. گفت و کوب کردم، برای پول دزدیدن. هیونه من با زور از تو گپ گفته ایستادم تو فهمون چقدر دزد رو دستگیر کردی. حیاتم لطفاً اما تو مرا برای درباره کار گپ زدنم ترک نکرده بودی؟ اینیه برای همیشه نامی کالتا کلاس رو گرفتن ترک کرده بودم. حاله بسیار خواهش میکنم لطفاً این نام رو دیگر نگیر، وای آدم مرده رفت. مالش دیگر نمیپرسم. حاله عشقم اکنون من پرسم؟ بپرس. اگر که آن رسم را من یافته نمیتوانستم به خانه برمیگشتی؟ اما یافتی کو؟ بله یافتم تمام، یعنی فرض کردیم نمیافتم. یعنی تو رو یاد کردم اما با تو قهر داشتم، دلم رنجیده بود، برای اومدنم یک سبب در کار بود و بعد تو رسم مادرم رو یافتی، بسیار قهرمانی کردی، بابایم رو راضی کردی. یعنی این بسیار رفتاری خوب بود، هیچ فراموش نمی کنم اونم. ای چی نگاه میکنی؟ بیا من انتخاب کنم. بیا دو کسا انتخاب کنی. سلین وقتی که ازم رسم رو روان کرد با چشمانی خودم باور نکردم، بسیار خوشبخت شدم. جانکم بسیار خورسند شدم. در حقیقت یزنه اونال اگر مرا هم از لیونتی دیوانه خلاص میکرد چونان خورسند میشدم که خدای توبه. در اصل مثل بابای من باور نکردم که یزنم رسم رو مییابد، بسیار شرم داشتم. در یک هفته 2 بار شرمنده شدیم. من به 2 ملا زیاد باور نداشتم که او امامی مسجد است. سلین به یادم نآور لطفاً، وگرنه شرمم می آید. 2 ملا زیاد بسیار انسان خوب است. به زمین اینقدر گپ‌هایم نگاه نکرده این توی سوخته رو دوام دادن می خواهد. بله در حقیقت آدمی خوب است. اگر من می بودم در حیاتم قبول نمی کردم. ای جانم قبول نمی کردی؟ تو رو همه نمی پرسیدم. تو رفته لیونت را گیر. ای زورو بسیار بد است. خدا نگهدار، اما گپت رو به خودت گیر. نمیگیرم. زورو توبه کن. تمام کردم. تمام. 2 ملا زیاد در حقیقت کاری خوب کرد به خاطر بابایم. نیت دارم که برای به او تشکر گفتن یک تحفه بگیرم. چی میگویی؟ بسیار هم فکری خوب، وای به این ارزنده است. راست گفتی. چی گیرم؟ باید فهمیم. یعنی عجبو به دامولاها چی پیسم باشد. ایستا اینترنت رو بینید.
ба домулоҳо аҷабо чӣ писанд бошад? селин сафсатагӯиро бас кун, чӣ хел интернет ҳа? домуло ҳам кору бораш мисли ҳам аст. ӯ ҳам мисли ману ту як инсони оддӣ аст. маҳкам кун. дуруст. намедонам, пас мисли ошиқон ба маъшуқат бояд тӯҳфа кунӣ. зуҳро, як хирсаки калон гирифта тӯҳфа кунӣ, агар бисёр зебо мешавад. бисёр зебо мешавад? як тоям туро дӯст медорам гӯям. баъд бӯсамаш. чӣ хел? не, намешавад. одам хато фикр мекунад, боз фикри бад накунад. не, намешавад. ай, албатта ки намешавад. селин, бисёр сафсата нагӯй. вақте ки хирсаки калон тӯҳфа кардӣ, ӯ чӣ хел мефаҳмад? интернетро бин. дидӣ, боз маро гӯш накардӣ. биё бинем. яъне зӯроҷон, вақте ки гап задам хуб шудааст. бисёр гап назан, селин. навис. менависам. ба домулои масҷид чиҳо хуш меояд? ба домулоҳои масҷид чиҳо хуш меоянд? ку бинем. یا توبه بخیر است آقای خلیل، در رو شکستین. домуло, як масъалаи оҷилӣ баромад. як касро никоҳ кардан дар кор. چرا پیش من آمدید؟ پدر و مادرشون کجایند؟ онҳо никоҳи расмӣ карданд. онҳоро никоҳи динӣ кардан дар кор. мусулмонӣ никоҳ. نکاح مسلمانی؟ домуло. همین هایند؟ ёфтӣ домуло. آقای خلیل، اما ببینید این جوان با من پسند نآمد. با چشمونش نگرید و کمی شبهناک می‌نماید. اگر پگاه این دختر رو پرتافته رود پس چی می‌شود؟ من با این گناه شریک نمی‌شوم. من نکاح نمی‌کنم. аммо домуло, ба шубҳанок будани ӯ чӣ кор доред? ҳақтабигӣ кора буд ку. حقم رو می‌دهند. پس این خیلیت بخیر باشد. مبارکتان شود. تشکر زیاد домуло. رحمان استاد، من در یک مقاله خوانده بودم که اگر نکاح پنهانی کنی این نکاح قبول نمی‌شود. آیا این گپ درست است یا که نه استاد؟ این رو فهمید؟ بله. آفرین هجری. بعضی ها رواست، بعضی ها روا نیست میگویند. در بینشان یک فکر جدا کردن. از همین سبب ببخشید من رد میکنم. جایز نیست، یعنی از من نرنجید نمیکنم. домуло، التماس به حال ما رحم کنه. برادرم، домуло, никоҳшон кун, ҷуфти зебандаанд. ولی نکاح نمیکنی میرم بعد به نکاح گوش کن شوکت، حاضر با تو نکاح کردن رو نشان میدیم. بخشش برادر домуло. домуло جان، اگر شما مرا حرمت کنید همین دو کس را با هم بپیوندید. ببینید چقدر دخترک خوشرویه، عین شوکنیشه. домуло. домуло، التماس به حال این دو کس رحم کنید. آقای خلیل، یک بار صحبت میکردیم. ای آقای خلیل، با دختر شکایتی ندارم. اگر به شما هم می اومدن نکاح میکردم. اما من با این جوان باوری ندارم. چرا فهمیدن نمیخواهید؟ домуло، این دختر رو من میشناسم، پسر رو هم میشناسم. پدر و مادر دختر میخواهند که دخترشون رو به یک آدم ثروتمند بدهند. اگر شما حاضر نکاح نکنید دختر به خودکشی دست میزند. عائله دختر از پس دخترند. دختر رو میخواهند به زوری شوهر دهند. برای همین میگویم آنها رو نکاح کنید домуло. عائله دختر از کافوی نهایان گفتید؟ آقای خلیلی چی تقدیر است که چی بلایی که باشد حتما به سر من می آید. عیبی من چی؟ هیچ چیز. تمام شوکت. اینها رو به درون در تا من اینها رو نکاح کنم. تمام. بین بدروی. домуло حاضر من میرم. سومشبه در مسجد رسول میکنیم. تمام، اینجا شوکت و من هستیم. تجری هم آید. حل میکنیم. کاری عاجلیست گفتید که من اینها رو نکاح کرده جوابش رو میدیم. شما رفتن گیرید. خدا از شما راضی باشد домуло. خدا راضی باشد. سلامت باشید домуло. شب خوش. هجلی توکلتون به خدا. در آمدیم بچه‌ها. درا شوکت، درا.
масалан китобҳои дини туҳфа мекунем. чӣ мегӯӣ? намедонам ки домлозиё бисёр китоб дорад ё надорад. ин хел намефаҳмем. чаро? ин чӣ хел аст? монанди ҳадияи расмӣ аст. он қадар не. зӯроҷон, фақат гап мезанӣ. ҳеҷ чиз ҳам наёфтем. мучали домло чӣ бошад? ман намедонам селин, мучали домло зиё чи аст? одам мучали шаваршавандаашро намедонистааст? нагуфта будӣ ки якдигарро хуб мешиносем? тамом, фурсат шавад аз ӯ мепурсам. не, яъне агар мучалашро медонистӣ, аз рӯи он ҳадия интихоб мекардем. масалан, мучали шеру чизҳои дӯстдошташ, соати механикӣ, тарзуҳо бошанд, мантиқро дӯст медоранд. ба домло занг зада мучалашро пурсӣ чӣ? рӯзи таваллудашро бигӯяд, ман мучалашро зуд меёбам. ба худо. сафсатаногӣ селин, дар ин шаби чӣ хел занг занад? ва ҳам одами диндор ба мучал бовар надорад. чаро ҷонам? одами диндор аст гуфта мучал надоштааст? ба фикрам моҳӣ аст. аз куҷо фаҳмиде аҷабо ки моҳӣ аст? чунки мучали бисёрии одамони диндор моҳӣ аст. бале, ҳозир мебинем. одаме ки мучалаш моҳӣ аст, чӣ ҳадияро дӯст медорад? селин, бовар дорам ки ягон бор дар интихоби ҳадия хато накардаӣ. ин хел сафсатаро бори аввал мешунавам. бале писаронам, никоҳро шурӯъ мекунем. пеш аз оғоз карданам якчанд савол дорам. пештар аз ин ягон никоҳи динӣ карда будед? не домуло. пас бори аввал аст гӯед? бале домуло. пас ин тар бошад ягон бор дар никоҳе шоҳид будед? не домуло. духтарам, чаро ту чизе намегӯӣ? агар яъне ту розӣ набошӣ, метавонӣ аз ин никоҳ даст кашӣ? гапе надорад? не домуло, ман ӯро дӯст медорам. дӯст медорӣ? хайр, ин тавр бошад маҷбур мешавам никоҳ кунам. дар никоҳ бояд ҳар ду тараф розӣ бошанд. чӣ гуфти иҷрӣ? дар никоҳ мегӯям устод ҳар ду тараф бояд розӣ бошанд. иҷрӣ, ту ягон бор касеро никоҳ карда будӣ? ҳеҷ насибам нашудааст устод. хуб, пас биё ин никоҳро ту бикун. рост мегӯед устод? рост, ин никоҳро ту мекунӣ? худо аз шумо розӣ бошад устод. домуло, ин кор ғайриимкон аст. писарам, ман ҳамин ҷоям ва албатта ки никоҳ кардани ҳиҷриро назорат мекунам. агар хато кунам, ислоҳ мекунам. ману шавкат шоҳидем. кане сар кун. он су гузар шавкат. шумо ба ин тараф гузаред? биё домло айс гузар. ман бошам дар ин тараф. ин су гузарӣ, он су. охи ман айдур хушро намебинам. хуш, оё шумо таврат кардаед? никоҳ аслан баша тоқид кажала никоҳут расон нашавад. сарамро дарду якешам. тоқше сӯз кардам. зоҳро, биёй як салаи зебо гирем. вай одам салаашро иваз намекунад. яке иваз мекунад. ин робин ин қадар зебо аст. зебо аст, лекин ба домуло зиё мезебида бошад. зудтар якташро интихоб кун, ба ӯ ҳадия кунем. зӯро, ба ҳама чиз баҳона мекӯбӣ, баҳона. чӣ гап аст зӯро? чӣ механдӣ? куҷояш ханда аст? домуло зиё, агар инро пӯшад чӣ мешуда бошад? қонунӣ султон сулаймон мешавад. ту боши маликаи зебо мешавӣ. ба худо. албатта. подшоҳам, ин ҳадия ба ман бисёр хуш омад. лутфан инро қабул кунед. барои ту писанд буданаш султонам. ба наздикӣ ба ман канизакҳои зебову ҷавон меорад. чӣ фикр дорӣ?
هیچ پسندم نیست. به من وعده داده بودید که من بعد به کنیزانتان نگاه نمی کنید. خانم سلین زود به اینجا بیا. لبای سلطانم تو شاهد بودی که سلیمان به من وعده داده بودند که دیگر به کنیزان نگاه نمی کند. به شما البته شاهدی میدهم، لیکن یک شرط دارم. چی شرط؟ آن وزیر ابله را باید جزا دهید، یگان جزای سخت. تو این کار را به من گذار. محافظان سری وزیر را از تنش جدا کنه. نه پادشاه مرا نکشه. پادشاه قربانتان شوم، به حال من رحم کنه، مرا ببخشید. من حالا جوانم، از 100 گلم یک گل نشکفته است. ببینید حتی در رویم یک سوخچه نبرآمده است. مرا نکشید که حیف میشوم. پادشاهم به خانم سلین اگر بار دیگر نزدیک نشود عفوش کنید. حاضر در نزد شما به خدا قسم خورد. خدا بزنم دیگر سلین نگاه نمیکنم. وجدان انسانی اگر یک بار دیگر سلین جون نگاه کنم، این همی اچکیام میگیرم، کرکرانه میگردم، دیگه سلین نگاه نمیکنم. نپرزورو، یعنی کاش که از وی لوینت خلاصی میافتم. باور کن خیلی خرسند میشدم. اون طرفش رو خودت حل کن جانکم، از من همین قدر. بسیار جامعه دراز بوده است. زورو چی میگوی؟ دیگر هدیه ها رو ببینیم. سلین یفتم تسبیح هدیه میکنیم. هم بسیار ضرور است، هم به دنبالو هدیه خوب است. فکری خوب؟ این دور باشد به من میدهی؟ اگر یکم جویش نفهمه باشد میتوانی از من پرسی. خوب پس جواب ده. یک آدمی بای پیش از مرگش به نزدیکانش چی میگذارد؟ میراث. آفرین فروخ. پس باز یک سوال دیگر. اگر پسر آن ثروتمند فکر میراث پدرش را نکند، از نبیره‌هایش سر کرده دامادهایش و همه به باوری آن آدمی ثروتمند در آمده باشند، پسرش از آن میراث چیزی گرفته میتواند یا نه؟ نه. چی سفسطه میگویی؟ مگر در سکنور چنین سوال ها هست؟ در اصل تو چخیل آدم هستی فروخ. اول شوهر شونده زهرا به باوری پدر در آمد. حاضر باشد شوهری حلق رسم رو یافته به باوری در آمد. ای چخیل باوری تولین تو دانی و خدا میراث پدرم به هم همون میرسد. اونم پلیس است، البته که رسم رو مییابد. فروخ وای آدم در دستش اونقدر ثروت دارد، در جای تو کسی دیگر می بود برای آن ثروت چیکار های نمیکرد؟ حیاتم هر چیزی که من دارم از آنی تو هیچ چیز نداری، همه چیز به نام پدرت است. باز همان گپ ها تولین. بله فروخ، باز همان گپ ها. پسندت نامد؟ بیهوده مادرم تو رو بی عقل نمی گفت. حیفی عمری جوانم. من برای تو حیف شدم فروخ. تو از حد گذراندی تولین. هرچی نباشد من مرد هستم، ناموس دارم. تو اولش مرد شو، بعد فکر ناموسی مردیت رو کن. خواب رو شبی خوش گفتم. نه یعنی با من گپ نمیزنی اکنون. هم گناهگار است هم ناز میکند. گپ نمیزنی گپ نزن.
اگر تو با من گپ زدن نخواهی من با تو تماما گپ نمیزنم تماما جوگهت رو جدا کن عقلی تو نمیرسد ای مادر جان همه لباسیم رو ترک کردی. نباید در پسی در ایستاده ما رو گوش میکردی. چی سفسته میگویی؟ من گوش نکردم، به حجره میرفتم. خانم تولی چی گپ شده است؟ یاسمن تو ما رو گوش کرده ایستاده ای؟ من به آقای اکرم داروهایش رو بردنی بودم. شبی خوش. یا خدایا توبه، شما به جای من او رو گوید. او رو همیشه از کجای پیدا می شود؟ او بسیار از خود رفته است. کمی دیگر مانده. شما چی ها میگویید؟ نمیفهمم. نفهمیدنت خوب است. هیچ چیز نیست. هیچ چیز. ای مادر، حاضر ایمان باید چخیل نکاح کند. از همه مهم در نکاح در بین هر دو طرف باید که رازگی جای داشته باشد. آفرین هجری، ببین خطا نکردی. در حقیقت همش رو میدونسته است. خوب شد که مرا شرمنده نکرد. حلالت باد هجری. هجری در حقیقت دانا بوده است. این کار رو نکن شوکت. یا توبه، خدایا توبه. یوف. که آن رسم را روان کرده است. فرض کردیم که کسی رسم را از خانه حلی دزدیده به کنعان برده داد و بعد اون رسم را کسی دزدیده از نام من به صاحبش برگرداند. این چی کار است؟ کالتاکیلاس، اگر نمیمردی فقط از تو میدیدم. به خانه کنعان بغیر از کالتاکیلاس کی در آمده میتوانسته است؟ این آدم مردنش یک درد است. کالتاکیلاس، کالتاکیلاس. حیاتم چی شد؟ همین خیل یک خوب در خوبم دیدم که گویا تو کالتاکیلاس گفته ایستاده باشی. ببین، یا اینکه از کالتاکیلاس گفتن خوشت میآید. میروم. نیشکم، این چه علاقه دارد؟ این ناممکن است. وای آدم کایها مرده رفت. نمیدونم، شاید آموخته شده باشی. نه حیاتم، تو گفتی که در خواب دیدم. خوب است یعنی خوابی خوش شیرینم. شب خوش. شب خوش جانم، شب خوش. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم رو از من روان کرد. این چی است؟ از این فکر را عقلم را گم میکنم. اوف اوف
کونال اچاقم کن تمام جانم تمام. شوکت این خوب کشی نشدیم بالا شد یا توبه. ای شوکت این چه خیلی خلاص زنی است، مثل گساله خواب میکشه. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. با امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهری قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده، زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیرید؟ چی گپ خودش؟ چرا نمیگرفتم یزنه؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کالتکیل است. چی؟ کالتکیل است گفتید؟ نه زهرا، او میخواد ما را جدا کند، باور نکن. براره دورم سردارم استید این دو جوان نو نکاح کردن، بگذار کارو باراشون حل کنند، بس هر میبره. ابله خاموش است، به این کار دخالت نکن. براره دورم مرا انتظار شد زهرا، میوایم برگشته میوایم البته. استادم رو با کجا میبرید؟ دمت را گیر، او حتما میآید. модар мегӯянд ки зуҳро бо домулозиё никоҳи динӣ карданд, никоҳи расмӣ накарданд, рост аст? چی خیلی نکوه؟ توی آنها اینقدر وقتها ساخته بوده است. چی؟ زهرا تو با من چیکار کردی دخترم؟ بابا جان من از کجا میدونم که دومولوزی و مولای ساخته است؟ ما را فریب کرد من بگناهم. من به حیثیت تو بازی نکردم زهرا، من تو رو دوست داشتم. من تو رو دوست داشتم. این دفعه خلاص نمیشوی کالتکیل است. جایت پشت پنجره است. تو دامولای ساخته ای، همه چیزت ساخته است. ای نمیک از خدا بترس، بر دروغ تهمت کردن کسی گناهی عظیم است، بترس از خدا. این یک دامولای گناهکار است، 80 سال سودش کنه. ساخته کار چونون جزا میگیرد کی؟ پروا نکنید استاد، پیش خدا راست باشید شو. قرار از تو خلاص شدم. اکرم یکون گناه ندارد، اکرم بیگناه است. خواهرم اکرم را نبرید، او را گرفتن نمیتوانید.
اکا این آدم‌ها چرا شما رو تهمت میکنن؟ آخر شما گناهکار نیستید کو؟ اکای من هستید، اکای قهرمانم هستید، نمی‌کرده؟ خواهرم این آدم‌ها چرا به شما چنین حرفا میگویند؟ خواهرم اکا چرا اینقدر ظلم رو تنها گذاشته رفتی؟ خواهرکم من تو رو اصلا تنها نگذاشتم دیگر مرا تنها نگذاری. تو رو هیچگاه تنها نمیگذارم خواهرم برادر خواهرم خوب هستی؟ من تو رو هرگز فراموش نکردم تمام برادر فراموش نکرده ای شد تمام آرام شد чингиз зоғи сиёҳаш ки аст ба набираи акрам ба зуҳро чӣ алоқа дошта бошад шояд акрам барои дуздидани расм ба зоғи сиёҳ пул дода бошад расмро аз ман дуздида маро фиреб кардани аст. ака ин расми келинаш будааст пас хотироти оилавиаш будааст. айнан ҳамин хел аз ин пас расм бароям вуҷуд надорад чингиз. минбаъд ҳама корам барои зоғи сиёҳ аст. аз хонаи канон расм дуздиданро ба ӯ нишон медиҳам. ҳамаатон рафта зоғи сиёҳро тамом ака тамам ака мешавад ака. ту чӣ хел ӯро меёбӣ гӯё чӣ хел ёфтани ӯро медонӣ гов зуҳроро таъқиб кунед. шояд он духтар барои зоғи сиёҳ муҳим аст ё ин ки дӯст доштааш аст. духтарро таъқиб кунед. агар шояд зоғи сиёҳро ёбе чингиз. маро фаҳмидӣ? фаҳмидам ака. рафта дар сараш халта кашида биёред. итоат ака. چیکار میکنید؟ با خدا من آنقدر امید هم ندارم که خواهرم با پلیس رفته درباره من و اویله هم از پلیس چیزی پرسیده باشه. سلام علیکم. یه برادر شاید تو رو نمیشناسد؟ از کجا میشناختن شوکت؟ من 20 سال شد که از آنجا گریختم. بله درست میگویی. تو شناسامت رو عوض کردنی بودی تا حال عوض کردن نتوانستی؟ نه نتوانستم لیکن امید دارم به نزدیکی میشود. نصیب باشد برادر. اینقدر آدمی بدبختی هستی برادر. جایی که حجت‌های خواهرت گذاشتگی بودند آنجا سوخته خاکستر شده است. این چی تقدیر است؟ چیکار کنم شوکت؟ اگر من بخت می‌داشتم همراه تو میگشتم. خواهرم در خواب مرا جیغ میزند شوکت. سالها شد که او را ندیدم اما ناامید نشده باری هم از گفتگوی خواهرم دست نکشیدم. خیر میابی برادرم انشاءالله. خواهرت را میابی انشاءالله شوکت. خیر تا دیدار. بله برادر در امانی خدا. مادر جان خدایا دستتون درد رو نبیند. امشب آقای اکرم اکای اونال به دامولوزیو رو دعوت کرده است. هم برگردانیدن رسم را جشن میگیرد و هم هر دو دامولد رو به یکدیگر شناس میکند. مادر جان اگر مویهایم رو همین طور گذارم به من مزیبیده باشد یا اینکه نه؟ ای جانم این هم سوال شد خیلی که خواهی. یعنی اگر همین طور کنم بهتر میشده باشد؟ یاسومن تو برای کی خود را اینقدر زیبا میکنی؟ ای مادر جان این روبین یا اینکه تو برای پسری خلیل خود را زیبا کرده ایستاده ای؟ ای مادر جان همین سخنهایتون رو یک طرف گذارید؟ راست میگویم
بله راست میگویم من تو رو برای یک عمر خدمتگار بودن نزاییدم. روز تو هم لباس عروسی میپوشی، روز میشود که ناله خوردنی نمیابی و یک بار در خنوکی دیررس بلرزی، آنگاه به قدر گفته های مادرت میرسی. اینقدر وایمه کردید مادر جون؟ موندم این گپایتون رو. یا سومن این چی است؟ هیچ چیز نیست مادر جون. بیده ببینم. برای زاد روزی دوگانم توفه گرفتم برای ریکور. خیر تو خواهری کی رو دزدیده ایستاده ای؟ اکا این کارو نکنید، نکشید عزیزی مرو. دمت رو گیر، تو گپ نزن. اکا ایست، دستت رو آلوده نکن. اگر او را پرونی من دیگر به هیچ کس خونه دار نمیشوم. دمت رو گیر گفتم. اکا ما خونه دار شدیم، نکاح دینی کردیم. چی؟ نکاح دینی کردید؟ بله اکا، ما خونه‌دار شدیم. خواهرت زن حلالی من شد. من یگان گناه نکردم اکا. کی شما را نکاح دینی کرد؟ دامولا کرد اکا. کدام دامولا؟ تیز گوی تو هر دویتان را به اون دنیا روان نکنم. اکا ببین من گفتم که ما را حاضر نکاح نکنید. اول ما رفته نکاح رسمی کنیم، بعد پیش شما اومده نکاح دینی کنیم. اما ما را مجبوری نکاح کرد. من گناه ندارم اکا، او ما را مجبور نکاح کرد. رمزی تو چی ها میگویی؟ مجبوری شما را نکاح کرد؟ او چه خیلی دامولا است؟ آن دامولا در کجا؟ زود گوی. چی گپ است؟ ایستا، خواهرم را تو مجبوری نکاح کردی. یا خدای چی خیلی نکاح برادر، سلاحت را گیر. مرتضی ایستا، شاید این دیگر دامولا باشد. اکا بس کن، همین دامولا است. رمزی گفت که ما را مجبور نکاح کرد. ای رمزی، تا از اول با من معقول نشده پسر شیطان. ای برادر، از دامولازیا از پشت آن رسم خیلی وقت شد که عذرخواهی نکردیم. چنگیز زودتر ماشین را ران. اکا تو گناه نداری، در اصل گناهگار دامولا است. با یاد تو زاغ به شرف را آورد. گناهگار دامولا است، همین خیلی نه اکا؟ ای نمیک سالها گذشت تو عقل یاد نگرفتی، برعکس عقل نبوده را گم کردی. این دامولازیا نیست ها؟ چه کار میکنید؟ ها؟ چه کار میکنید؟ چی کار میکنی؟ شما چی خیل بسری دامولا سلاح میبردارید به ایمانهای احمق؟ این آدم خواهر مرا مجبورا نکاح کرده است، جوابش را میدهد. ای چنگیز، بسیار آقی پدر را دیده بودم، اما مثل اینش را که برای نکاح کردن آدم دیندار به سرش سلاح کشد یکم بار دیده ایستادم. والله گم شوید، مثل انسان نکاحی حلال کرده است. دفع شوید. دامولا با دل نگیرید برای آن حادثه گذشته. مرا ببخشید که از شما عذرخواهی نکردم. با خدا هیچ گپ ندارد جناب کنعان، آن حادثه را من فراموش کردم. ببینید پرابلم بالای پرابلم است. خیر، بیاید شما را برده رسانیم. با کجا میروید؟ تشکر، منم خیلی یک راه گشته آرام شوم گفتم. دامولا، اگر اینها باز آمده شما را تهدید کنند با من گویید و آنگاه دیگر مشکلی نمی شود. استغفرالله آقای کنعان، کم نباشید. تشکر. دستتان را ببوسم. استغفرالله. دامولا، خدا نگهبان. خدا نگهدار. اوه خدایا، کنعان دیوانه حق است، بعضا کمکش میرسد. اوه گلسون، ایستا، خودت را نپردوه. به خدا نیفتم و به پایان میپستویم. خب این کارا نکن. ایستا خواهر، این کارا نکن. خودت را نپردوه. گلسون، خواهرم ایستا، این کارا نکن. یا خدایا. ای خواهر
که خوشرویم. تو در اونجا چیکار میکنی؟ من دیگر چاره‌ای ندارم آخی. دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ببین آرام باش، این کار را نکن. ایوه دوملو چیکار کنیم؟ با او چی شده باشد؟ او را به مردی نمیخواستگیش به شوهر دادم همین خیل میگوید. استاد یکان کار کن که خودش را نفرتوید. تمام بس کنی. ببین آرام شو، این کار را نکن، فهمیدی؟ دیگر چاره ندارم دوملو. من خودم را میکشم. هیچ خیل گبزه نیست. ببین من با اکات صحبت میکنم. دوملو این بیفایده است. او هیچ چیز را نمیفهمد. ای خواهر ایستو، خودت رو نکش که خودکشی حرام است، دوزخ میروی. ایستو گلسون نکش خودت را. ایستو این کارو نکن. خواهرم ببین کاری خطا میکنی، با پایان فرا گناه نگیر. دیگر چاره ندارم دوملو. ببین ایستو من به پیشت میایم. تمام خودت را نپرتو. ایستو همونجا. گلسون نکن. ایستو خودت را نپرتو. ایستو من با بالا میبرایم. ایست. همه گروه ها با دقت باشید. در محله چیپ تپه یک دختر خودکشی دارد. کسی که در نزدیکی آن محله است به آنجا روید. تمام. سردارم ما بسیار نزدیکیم، جواب دهم. میدونم به همه کار همراه نشو. فهمیده شد مرکز. من کمیسر کرم اونال به جای حادثه روان هستیم. دولا شای با تو نشان میدیم. گلسون قربانت شوم با پایان فرا. عذری زیاد دوملو. دیگر چاره ندارم. برای من دعا کنید. نه این دختر خودش رو میپرتوید. خدایا چرا من به نگاه آنها شاهد شدم؟ نمیدونم برای چی شدی. عجبا. گلسوم ایستو عزیزم، خودت رو نپرتو. من به تو چی کار میکنم؟ دوملو التماس یکان کار کنه. من چی کار کنم؟ چیزی که میتوانم کردم. گلسون آنجا ایست، من پیشت به بالا میبرایم. ایستو دخترم، خودت رو نپرتو. خودکشی گناه است. ولی همه کسا خاموش پراکنده شد پلیس بیاید. لنده به خطری رو کشه. مردم رو دور کنه. زود باشد. زود. یک طرف ایسته. خدایا این دختر رو نجات ده. چیکار کنم؟ حرکت نشوه. ای پس لنده بزوخی چه خلو نمی چایره چی تو؟ کمیسر تنجی است؟ خوب هستی؟ سلامتی خوب است؟ خوبم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای خدایا اینقدر آدم جمع شده است هیچ گپ و من اومدم گپ میزنی. ادو شو او را گرفته بر از اینجا و پس لنته بر. ای دختر خودت رو به دست گیر. چشمه به آنجا برآمده میتوانی؟ سردارم برآمدن در میبرم اما از آنجا مرا کی میفرارد؟ اما آنجا ایستوی نفرار. بیا پریکل نک سردارم. یا دختر ایست خطه نپرتو که پر خدا حیف میشه. ایست گروه یار رسان نرسی. مرد باشی خطه پرتو؟ نه پرتو این روش سیاه میکنم. نکن آخیر. ایستو دخترم خودت رو نپرتو. ایستو میگویم ایست. سردارم به خدا خچه بپرتویا. یک گم نزن خاموشیست. کمیسر یک طرف ویسکی در بلود نغلطه. دمت رو گیر. ایلنته این طرف تو حق نداری خچه من خی گپ زنی. خاموش دم تا بگی. بیا سر ویرو نکنی. ایستو دخترم گلسون. ایستو نپرتو این کار رو ایستو ای دختر نپرتو خودت رو نپرتو. خدایا مرا ببخش.
دخترم چرا بهوش شدی؟ اکنون من با تو چیکار میکرده باشم؟ خدا را شکر که من دخترم با واسطه این نفر نشد. شکری خدا که نغلطیده. کی بود؟ سردارم برگوش خدا این طرف نیارد. آفرین برادر، آفرین آفرین. احسن با خدا یردم کنی شنگ یردم کنی من ای این آدم کجا گم شد؟ الو دختر در پس بینا بهوش خوابیده است. الو تو کسی برادر؟ زاغ سیاه زاغ سیاه؟ زاغ سیاهش کی است؟ کی باشد؟ همخی فرومد با شاز در روی زمین همخی تیت پیچید رو ده همخی دود چنگ شد. اگر همون دختر میغلطید این همه خیلی میشد. شوق‌آور شوق‌آور؟ همه خدرک؟ آخر چیزی رو که با چشمانم ندیده باشم چگونه باید باور کنم؟ من فکر کردم تو حالی مرا بوسه. برادر تو علم عجایبو تا ندیدیده؟ دیدم شوکت دیدم. دیدی؟ پس چرا من تو رو در اونجا ندیدم؟ من اینقدر خورد شدم همه محله گپی تو رو میگوید. گفته های محله رو برادر یک طرف گذار مرا گوش کن. من با دو چشمم حادثه رو هم از برش هم از پایان هم از پرش دیدم. بس شین دامولا چای بیارم؟ والله که خوب میشود. در چشمکات مرمد یک ملاشنی کافی بیار. حاضر. بسیار جای خوبی افته. هیچگاه از اینجا نرو. دهانت را پوش. با خدا میرم میبینیم دهانم باز میشه و چیکار کنم؟ تو بودی ها؟ تو بودی ها؟ همه چیز رو تو در حال میفهمی. البته که میفهمم. چخیل فهمیدی؟ از نقاب رویت هنگامی پیش پیتک رفتنم آن نقاب رو پوشیده بودی که البته میشناسم زاغ سیاه. دمت رو گیر دیوانه. حاضر همه میشنود. استاد؟ یا خدایا توبه هجری از پسم آیسته آمده. استاد گفته کدام روز مرا تلخ کف میکنی. استاد نقاب کشیدن جایزه است. انا بر تو. بسیار سوالی خوب. من هم انتظارم. در محله هم همین گپ است. هجری ببین بسرم. اگر برای یک کاری خیر باشد خوب است، اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش جای ندارد. ببین میگویند که دشمن دانا به از دوست نادان راست است. به خدا نگهدار. نقاب را برای نیکی کردن پوشیدن جایز است. استاد خدا از شما راضی باشد. شب خوش به شما هم. من امروز که خیر. هجری خدا راضی باشد. تسبیح 150 دونگه ندارید؟ نفهمیدم. چی جای نفهمی دارد؟ 150 دونگیش باشد لیکن دونه هایش خورد باشد. همه خیلش میگویند که دارید؟ یگان تسبیح زیبایی که دونه هایش 150 تا باشد. گوش کن. تسبیح فقط دو نمود میشود. یا 33 دونه یا اینکه 99 دونه. همین زیبا است. بله زیباست. این خیلی بین زیباست. ولی من دونه هایش رو بسیارتر میخوام. نمیشود. در دست آدم نمیزیبد. ما برای دامولای مسجد خریدنیم تا که در دستش زیباتا بر. برای دامولای مسجد همین تسبیح موافق است. 150 یا 200 دونگه باشد. نرخش مهم نیست. سر ویران نکن چونین تسبیح نیست. ای تمام فهمیدم. چرا دود میزنید؟ تسبیح فروشی گنده بوده است. زورا جان میگویند که تسبیح گردانی آدم رو آرام میکند. تسبیح گردان نیست جانم، او تسبیح فروش است. سلین خیلی خلقی باشد 99 دانگه را دهید می شود. اما در هر یک دانه تسبیح زیاد نویسید می شود. نمی شود؟ پس این طور باشه شما ننویسید. در یک پاکت مثل توفه بگیرید بسنده است. تمام. مالش شد.
موسفید خیره بود از خیره. توبه بسیار قهرش کرد سلی. وای داد گردن بندم نیست، همه جو رو کفتم نیفتم. چی داد زده ایستادی؟ گم شد به ما چی؟ کفته یاب ما محافظ توییم. شهناز در وقتی تازه کردن یگون گردن بند نیفتی؟ نه خانم تولین، اگر خواهید در حال کفت و کوب کرده میابم میلش. حتما اون گردن بند با من بسیار ارزش داره. تماما غم نخورید، اون رو حتما پیدا میکنم. انشالله میابید. اگر نیابید دیوانه میشم. بسیار گردن بندی قیمت بها بود، قیمت بها. قیمت بها بود است. یوسمان این رو از کجا یافتی؟ خانم تولین تحفه کرد. یوسمان این بسیار قیمت بها است. چرا تحفه کرد؟ خانم تولین از اینها بسیار دارد. اینش راست تحت دل به من تحفه کرد. از او میپرسیدم که چرا تحفه میکنید؟ من شبهه دارم و اونقدر زنی خوب نیست کو. این گپ ها را یک طرف گذار. میخواهم که تو این گردنبند رو به گردنم آویزی، یعنی گویا تو به من خریده ای. یوسمان من این خیلی چیز رو گرفته نمیتوانم. آغوز رد نکن، چند بار دیگر تو رو زاره کنم. گویا تو به من تحفه کرده ای. زود باش، لطفا بسیار آشوب نمیشود. میلش زودتر. میلش میبندم. مویهایت رو جمع کن. چه خیلی زیبی؟ بسیار زیبی. بسیار زیبا شدی. یعنی تو رسم را ندوزیده ای؟ نه کمیسر من ندوزیدم. پس رسم را کی دوزیده است؟ وای زاغ سیاهش کی است؟ نمیدونم، من گفت که من سیاه هستم. زاغ سیاه گفت. چی خیلی بود از زاغ سیاه؟ بله همین طوری که گفتم. قدش مثل خانه 2 متر بود و در رویش نخوب کشیده بود. همین خیل بود یعنی. بعد ناگهان گم شد. این پسر گروه از سر دارم، این دیوانه بوده است. نمیدونم عجینه رو دیده است. باید تو دعا خونی. دعا خوندم. یگان دوزی شناس 2 متر قد دارد؟ نه از همه آنها دیده قدی من بلند است. اینها چه خیلی دوزن سردارم؟ میگویم که نگویم، لیکن میگویم در سر من فقط یک از تاب میخورد، اون هم کلته کلاس. خوبش نمیگوتی چارششمه. نگو. در اصل مودرش هم گفتنی بودم. به خدا مرد رحمتی، ماشاءالله بسیار آدمی بزرگ بود. شعری نر بود. خاموش، دمت را گیر. من نه او را فراموش میکنم، تو باز به یادم میاری. او مرده رفت، لیکن دلم میگوید که او حالا زنده است. اما بسیار بیزه بود سردارم. جنازه‌اش رفتم با او دیدن نمیشد. علمم کرد، بسیار اشک ریزاند. در جنازه‌اش من هم بودم. یه بچه‌مو گورکان خودت نبودی؟ در اون طرفی تابوت نبودی؟ بس کنید. آن آدم باز چی گفت؟ وای زهرا گفت. زهرا گفت؟ بله. زهرا گفت. به خدا زهرا گفت. الو زهرا جانم، تو زاغ سیاه گفتنی آدم را میشناسی؟ زاغ سیاه؟ نه یکم بار میشنوم یزنه. نمیشناسی یعنی؟ نه یزنه چرا پرسیده ایستادید؟ یا که بر اسم یکو علاقه داره؟ نه جانم هیچ چیز نیست، همین خیلی یک پرسیدم. تمام جانم. چی بگوید؟ با تو چی؟ او را گرفته برید، روید، هر دوتون روید، شما را نبینم، من رو تنها بگذارید. زاغ سیاه کی باشد؟ تو کی هستی؟ خدایا توبه. مادامی که ما زاغ سیاه رو نمیابیم، پس خدا شاید چینگیز میدانی که انتظاری را دوست نمیدارم. زهرا گفتنی دختر را یافته نزد من بیارید. مادامی زاغی سیاه زهرا گفته است، چقدر این زهرا با او عزیز است خواهیم فهمید. چی ایستاده؟ زود برو. با چشم سردار. رفتیم بچه ها.
یوسومان حالا ایستا با تو نشان میدهم. بچه ها خوب هسته؟ رحمت پدر ما خوبیم. چی خیلی از شما اما که خیلی خوب هستید؟ خوبم یوسومان دخترم، در سویت چی خیل؟ خوب تشکری زیاد. یوسومان رفتیم دخترم رفتیم. مادر چیکار میکنید؟ یوسومان گفتم چی شد خانم نشیده؟ بچه ها اینجا صحبت داشتن؟ آقای خلیل با فکرم با فرزندتان صحبت میکردید بسیار خوب میشد. از دخترم دورتر ایستد. مادر راه کرد میرویم یوسومان. چنجه آقود؟ نفهمیدم. ака тамом гиред ин гулро доред. иддаф шавӣ боз одамои маҳалламон набинад оборуямон резад. ин чӣ хел мешавад ака? ин гулҳоро бояд шумо ба дастатон гиред. бубин писарам, дили янгаи севаладро меёбам. ин ягона роҳ аст. ҳоло мебинӣ ки янгаи севалад девонаи ман мешавад. албатта ака. ин домлои сохтакор боз дар ҳамонҷо ҳастанд. сате боз қаҳр янгаро меорӣ, ошиқона рафтор кун. рафтем ака, оқибаташ ба хайр. ҷонам ту ҳастӣ. ҳамиҷа шани кимзур гуфтӣ ака. ташаккур бародар, раҳмат. додувойро сарда карда аз инҷо равӣ хуб мешавад. бароят гули қимат гирифтам. ман аз ту гул намехоҳам намик. кӣ медонад ки боз аз куҷо ин гулро дузида овардаӣ ба ман? дар ҳақиқат инро харидам. намик, агар хушбахтӣ маро хоҳӣ, минбаъд поядро ба ин ҷо нагузор. лутфан инро ба хотират гир, майлаш. ҳа? э қади паст ҳаддамурам гир бӯй каш. سیبل آخر از گلها الرژی دارد. من این را نمیدانستم. البته نمیدانی. از روز تویتان باری با گل نگرفتی. بیا سر گرگ نکه. آب بیار زودتر آب بیار. چی شد برادر؟ از گل الرژی داشته است. ҳозир пок мекунам. برادر او رو برداشت بجنبانم به خود میبین. سفسطه را بس کن شوکت برداشته جنبوندنش باز چی است؟ یک به بیمارخانه بردن نشان دهیم. چه خیل بیمارخانه؟ تو خودت با بیمارخانه نیاز داری. بس او نکن الرژی دارد. مگر همین رو نمیفهمی؟ تو مرا از زنم جدا کردنی ها؟ نمیک چه؟ یا خدایا. نمیک از اینجا گم شو. لبه چینگیز. مایلش حاضر می آیم. کاش که اون زاغی سیاه آمدن نمیک رو از اینجا دور کنن. مایلش سیوال جان، خودت رو احتیاط کن، من می آیم حاضر. کسی که شما را نجات داد او را دیدید؟ نه کمیسر، من بیهوش بودم، اما وقتی من رو به زمین گذاشت یک چیز رو دیدم. در کتفش یک رسمی بود. رسمی چی بود؟ خاموش. رسمی کشیدگی بود. در کتفش رسمی کلتکلس رو دیدم. کلتکلس میگویی؟ این دختر همه خیلی ساده میتوبه بود، یکی بسیار شوره. داملو، از شما عذری زیاد میخوام. هر وقتی که نمیک به اینجا اوید یکم بلا رو میدید. با خدا برای من یکم مشکلی ندارد خانم سیوال. با شما چیزی نشود گفتم میترسم. دوملو یک چای بیارم. اگر زحمت نشود. نمیشود. یک لحظه برادر، من بینم در چایمون بو زهر نندازم. بشی جگر. ای زهرو، از اون پخت و پس به داملو نگرفتیم. میدونی چه خیلی بامزه تیار میکنند اونها رو. بسیار بلازد میپزد، لیکن اگر عادت کنی دیگر خودت رو داشته نمیتوانی. دوملو زیو رو با سیول ببین.
севалаш кист? он рӯз ба ту гуфта будам ку ба домулозиё як духтар ошиқ шудааст. ба ёдам омад. худашро ширин карда истодааст. ҳеҷ шарм намекунад ки домуло одами дар никоҳ будааст. ҳозир ман ба ин духтар нишон медиҳам, ба ӯ имконият намедиҳам. ӯро бубин чӣ қадар хушбахт менамояд. зуд бирав. خانم سوال این گلها در اینجا ماندن آنها را پرتایم دیهای دومولو من میپرتایم. چه خیل تکرارا الرژی نشود با اینو کشیده میپرتایم دومولو. با او باز دسته گل میدهد. وای 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 دومولو زیاروبین به چی کارها مشغول بوده است. رفتیم سلیم. من این را رفته پرتایم دومولو. زهرا صحبت عاشقانه‌تان را ویران کردن نمیخواهم، اما برایتان یک تحفه گرفتم، آن را دادن میخواهم. گیر جانم. یا خدایم برایم یک سورپریزی کلان شد. شما هم برای ما سورپریزی کلان کردید. من این سورپریز رو کشایم. شما شینه چرا ایستاده اید؟ نمیشینم. باز شما را ناراحت نکنم. روز بخیر. ایستو شیرینی خواستم اون رو میخریم. شیرینیشان از خودشان سیلین. رفتیم. خانم زورا قرد داشت دومولو؟ با فکرم توفه رو کمی با غضب به تو هدیه کرد برادر. همه خیلی نه؟ عجب تحفه تسبیح. با اجازت شما خانم سوال روزهای خوب. خیر شوکت. تا بازدید. روز بخیر. ما همراه سوال جان چوید رو می نوشیم. بشی اصلا بچه ها اکای کنون اون رسم رو فراموش کرد. میدونم. اگر این کار رو حل نکنیم حیاتمون برباد می رود. خواتیر نباش، اون نقشه را کشیده. آن درازه هست کو در 45 ثانیه کشاده می شود. تا آن وقت دختر را دستگیر می کنیم. آکا بین زهرو می اوید، لیکن همراهش کسی هست. کسی باشد تو زهرا را نگیریم از اینجا نمی رویم. این طور باشد زود رو دستگیر بکنیم. یک دقیقه وای دومولوزیو نیست؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ ای لعنتی در همه جا از پیشم میبرایی. خودتون رو با دست گیرید اکا. ای بیا این کسافت را پرانده دختر را گرفته میرویم. چیش داده؟ دومولوزیو آدمی محترم است. محترم؟ آدمی محترم. اکای کنون با او بسیار احترام دارد. بعد؟ آرام شو. تو خودت نگفتم دیگه زورو رو دستگیر نکنیم حالمون بد میشود ها؟ تو دومولوزیو نرود به زورو دست نمیرسونه. اگر از این کار کانون با خبر شود ما را زنده نمیموند. ای بیامونه بخدا. کانون دومولوزیو را بسیار خدمت میکند. بعد اینجا میشینیم زهرا رو بعد دستگیر میکنیم. خیر. آن سوال دومولوزیو رو از تو میگیرد. حالا میبینی. این طور باشه توی ساخته رو به انجام میرسونم. اوف، لیکن با بابایم چی میگویم سیلین ها؟ این دختر از کجا پیدا شد؟ کاش که خوش رو باشد. رشک میکنی؟ چی خیلی رشک سیلین سفسطه نگوی این چی علاقه دارد؟ یا خدایا درد من تنها طول دادن این توی ساخته است. به یاد داری؟ هفته گذشته رو
бобоям ҷудо шудани моро дида чӣ хел ғамгин шуда буд. хайр дидӣ ку чӣ хел ба ӯ гул медод? бале, ҳама медонад ки шумо бо домуло фотиҳа кардаед. бадзод ин ба домуло намезебад. чӣ ту барои масхара ҳастӣ? ҳамеро гӯй. ахмақ. زهرا زهرا یا خدایا نمیشنود یا اینکه شنید و جواب دادن نمیخواهد. دختر رو از مام تو نجات دادی، رسم رو هم از کنعان دیوانه تو دزدیده و به خانه آقای اکرم از نام من فرستاده. چرا؟ زاغ سیاه تو کی هستی آدم؟ سردارم به فکرم معلوم است. چی معلوم است؟ کی بودن زاغ سیاه؟ کی بوده است؟ کلتکل است. ادو شب مرد وای مرد. سردارم بیان توی داده دختر رو فکر کنید. گفت که در کتفش رسمی کلتکلاس کشیدگی بود. باید دارید جسدی یافته ما رو رویش را شناخته نمیشون. چقدری که شما رو زارا کردم که تست دینکا گذارانیم شما گوش نکردید. تمام برایم. آفرین چارچشمه مثل موش گربه رو قپیدی چارچشمه. با من آفرین گفته سردارم؟ من موش قپیدم؟ بله تو را گفتم. زاغ سیاه کلتکیلس است، زنده است وای. آفرین با من سردارم. مرا آغوش نکن، در حال از خود نرفت چارچشمه. سردارم از دستم خلاص نمیابی، این دفعه به آسانه رها نمیابی. کلتکیلس زاغ سیاه. آفرین. آقای اکرم خوب هستید؟ تشکر، خوش آمدید. وقتی که شما را میبینم خودم را خوشبختیس میکنم. در رویتان یک نوری است. چه خیلی که نباشید انسانی مبارک هستید. از رویتان نور میبارد دامالله. بسیار تعریفم کرده جناب اکرم. من یک زهره رو دیدم و روی تحفه به او تشکر گفتن میخواستم. بخیر است؟ او با من بسیار یک تحفه زیبا کرد. بینید مرا در حیرت گذاشت. نبیره من چقدر خوب فکر کرده است. آفرین به او. امروی سلیم به بالا برآمد. اگر خواهید به پیشش برایید. مرحمت. تشکر جناب، روزتون بخیر. مرحمت. آدمی خوب هر وقت در همه جا معلوم است، چون که از روی مبارکش نور میریزد. نور. کی است؟ منم زیا. چرا اومده باشد؟ من نمیدونم. جدا شدنم ما رو میگفته باشد. عجبا. نه، عذرخواهی اومده است. هوشیار شو، زهره خودت رو سست نگیر. درآیید. سلام. سلام خانم زهره، وای من برای تشکر گفتن آمدم. یعنی تحفه کرده تو بسیار زیبا بود. بشوخی نصیبتان کنه دامولا. اکنون تو رو بسیارتر یاد میکنم. ببخشید یگان نافهمی است. یعنی در مغازه شیرینی ها بسیار خشمگین بودید؟ نه خشمگین نبودم، خطا فهمیدید. شاید خیالاتت به دیگر کس بود و این خیلی گمان کردید. دیگر کس گفتید؟ با محبت نگاه میکردید، چشمتون رو از آن دختر نمیکندید. ببخشید کی رو در نظر دارید؟ سیوال رو. خانم سیوال؟ ببینید دامولازیو، شاید شما هم دیگر رو دوست میدارید، اما همه میدونند که شما با من فاتحه کرده شده اید. با این کارتا شما هم مرا و هم دیگران را شرمنده میکنید. میفهمید چی کار میکنید؟ یک دقیقه چه خیلی دست داری؟ کدام خیال؟ چه ها گفته ایستادید؟ من نمیفهمم. عشق بین شما و خانم سیوال رو میگوییم. معلوم است که شما یک دیگر را دوست میدارید.
من و خانم سیوال یکدیگر رو دوست می‌داریم؟ این خطاست. دوملازیو شما این خیل نکنید لطفاً به من دروغ نگویید. ما دیدیم که شما به دختر چه خیل گل دادید. ابا ببینید خانم زهرا، اون گل‌ها رو من نگرفتم. اون دستگل رو در اینجا شوهرش نمیک پرتافته بود. باز برای شما شده است شوهرش برآمده است. به خدا که من قایل. ابا چقدر موضوع رو طول داده. ببینید خانم سیوال اگر مرا حرمت کند هم تنها از آدمگریم و در محله دامولا بودنم حرمت میکند. بین ما چیزی دیگر نیست. چی گفتنید خانم زهرا؟ من حقیقت رو با شما گفتم، چرا این طور با من نگاه میکنید؟ یک دقیقه زهرا جان، یک دقیقه. من میفهمونم چون که ما زنها یک دیگر رو بسیار خوب میفهمیم و به دلمون باور داریم. آن دختر به شما عاشق شده است. عاشق. خدا توبه. چقدر زنها ساده هم برادر هم؟ با خدا که راست. چشکبوتک مرا به تو عاشق برآوردن گوی؟ هیچ نپرس، خوبش فکر کن که چیکار کنی. ببین برادر، فکرهای پنهانی هم رو به تو میگویم. زهرا تو رو رشک میکند، همین خیلی نه؟ من تو یک چیز میگویم شوکت، من هم این فکر رو داشتم. گمان میکنم زهرا مرا رشک کرد. یا اینکه نه. چرا رشک میبرده است؟ رشک بوده است؟ همین خیلی؟ باز دومولازیو فکر نکند که تو رشک میکنی. سفسطه نگوی سیلین. در حقیقت ما بسیار بد واهمه کردیم. او رو زیاد پرسیدیم. برادر اگر زن اینقدر داد و وای کند خوب نیست. ای پسر چه خیلی داد و وای. خریب که مرا زنده به زنده آتش میزد. یعنی مثل دیوانه ها از چشمانش آتش میبرامد. قسم بخور. به نام الله. پس حالمون خیلی بد است برادر. زهرا به تو عاشق شده است. عاشق میگویی؟ نخو. نه البته دوملازیو این طور فکر نمی کند. سفسطه گفتی. به خدا همین طور است. اول توفه بعد ناز کردن. نفهمیدم. درست. نباید او بیهوده امیدوار شود. بیا من بیهوده من رو با امید نکن شوکت. هیچ خیلی بیهوده؟ با چشمانم دیدم که دختر قریب از رشک کفیده مرد. در حقیقت هم خیلی است نه؟ یعنی زهرا با من. اما ببین در حقیقت باور داری؟ این کار ناممکن است سیلین. دوملازیو و من. نه این طور شدنش رو فکر نمی کنم و باز او میداند که این خیر شدنش ممکن نیست. میداند؟ نمیداند. میداند. نمیداند. نمیداند. میداند. باید داند. اکا همه چیز را فهمیدیم. چی بوده است؟ رسم را به اکا اکرم دامادش برده است. دامادش؟ بله اکا دامادش. دامادش کی بوده است؟ بسیار در حیرت میمونید. کمیسر اونال. چی؟ کمیسر اونال داماد آقای اکرم بوده است؟ بله اکا. در این خبر رو از کجا فهمیدید؟ نمی که ما هست کو؟ خیر. در مغازه شیرینی ها این را شنیده است. زاغی سیاه گفته رسم را با اکرم اونال برده است. ببین این کاری کمیسر را ها؟ شما مرا بازی چه خیال کردید؟ انتقامم را شمایان میگیرم تا بگاه انتظار شوید. معلوم که از همه قیمتترین آدم برایت زهرا بوده است آقای اکرم.
ببینیم نبیره قیمت بهایت را دامادت برگرداندن میتواند. میبینیم همه این کارها را برای تو را یافتن میکنم زاغی سیاه. کی بودند را به نزدیکی میفهمیم زاغی سیاه. چنگیز لبایکه مرا گوش کن، گوش کن. این دفعه بهانه نمیخواهم، دیوانه میشوم به خدا. زهرا گفتنی دختر را یافته به نزد من بیاره. روید. رفتیم. حالا میبینی آقای اکرم، میبینیم دامادت این دفعه چی کار میکند. بابا جان من میبرویم. بخیر است؟ با کجا داریم به وقتی؟ بابا جان هوا سرد است. داملازیا اینقدر راه و پیاده نآید گفته فکر کردم که او رو از مسجد با ماشین بیارم. تو رو انتظار است؟ نه سورپریز میکنم. او را چه خیلی افته میتونه؟ با تلفنش زنگ میزدی؟ در اینترنت وقتی نماز خفتن را دیدم تا تمام شدنش در آنجا میشوم. خوب نبیره خوردکه که من همه چیز را فکر کرده است. بله دیر نکنی دخترم. تمام. اینترنت همه را ویران کرده. یاسومان این گردنبندی مادرم رو تو از کجا یافتی؟ خانم تولین به من هدیه کرد. ها؟ نه هرگز باور نمیکنم. مادرم یگان چیزش رو حتی به من نمیداد. راستش رو میگویم باور نکنید از خودش پرسید. میپرسیم رفتیم همراه هم یک جای میپرسیم. برای چی کار میکنن؟ سر دهید مرا، سر دهید، یاری دهید مرا به کجا میبرید؟ سر دهید، یاری دهید یگو کس هست، یار دهید، یار دهید زهرا